هر یک ملتی که در تاجیکستان تولد شده خانه اون است. تاجیکستان چهارشنبه زاده بدخشان است و اونجا سرزمینش است، کشورش است. هر لحظه که در مقابل امامعلی رحمانوف گپ زد الکی پرونده نسبتش باز شد، پرونده کهنه چشم‌ها را پیدا کردن و او را دیپورتاسیون کردن. یعنی برای اولاد رحمانوف و حکومت رحمانوف تحقیر کردن ملت هیچ ارزشی نداره، هیچ معنی نداره و وزن نداره. اگر به خاطر اون حرفاش باید حرفی میزدن، باید 1 سال 2 سال پیش این کارو میکردن، نه الان، نه امروز. اینجا هدف من دفاع کردن از چهارشنبه نیست. چهارشنبه یک بار واقعا به مردم تاجیک بخشش هم پرسید، ولی به مردم تاجیک یک تحقیر کرده بود به ملت. ولی یک تعداد روشنفکران و نخبگان، گویا نخبگان فرهنگی در اینترنت، در فیسبوک، در همه جا نوشتن که اگر تو فلان خورد اینا با تاجیکستان به خانه برگشتی. در تاجیکستان همه ملت ها هست. تاجیکستان خانه همه ملت هاست. وقتی که به تاجیک تحقیر میکنن شما نظرتون فقط تاجیکستان نباشه، تاجیک در ازبکستان است، تاجیک در افغانستان است، تاجیک در قزاقستان است، تاجیک در روسیه است. به همه تاجیک تحقیر میشود، نه به یک تاجیکستان که در تاجیکستان تاجیکا 5-6 میلیون دیگر ملت موجود است. از این لحاظ وقتی که شما به تاجیکستان خانه همه ملت هاست، هر یک ملتی که در تاجیکستان تولد شده خانه اون است. تاجیکستان چهارشنبه زاده بدخشان است و اونجا سرزمینش است، کشورش است. هیچ انسان حقی نداره که بچونی توهین آمیز به یک کسی که کشورش اونجا است او را هرگب بگه. بله برای ملت را پس زدن باید همون زمان، یعنی همون سال 2 سال پیش فیراجش میکردن. حکومت رحمان نسبت هر پرونده یعنی برای تأخیر کردن به جوابگری میکشید، نه امروز. امروز میدونید به خاطر چی این کار کرد؟ به خاطری که در مقابل حکومت یا که در مقابل اویله امامعلی رحمانوف گپ زد، هر لحظه که در مقابل امامعلی رحمانوف گپ زد الکی پرونده نسبتش باز شد، پرونده کهنه چشم‌ها را پیدا کردن و او را دیپورتاسیون کردن. یعنی برای اولاد رحمانوف و حکومت رحمانوف تحقیر کردن ملت هیچ ارزشی نداره، هیچ معنی نداره و وزن نداره. هیچ پافشاری هم نخواهند کرد بعد این باره، هیچ کار به جوابگری هم نخواهند کشید. فقط در مقابل اویله رحمانوف گپ زدی بچه کارو میکنن، به جوابگری تو رو میکشن. یگانه تحقیر برای اویله رحمانوف این به اویله او را تحقیر کردن است. برای ملت، برای فرهنگ، برای کشور هیچ معنی ندارد. و زیاد یا میگن شما برای در مقابل دولت گپ میزنید. ما در مقابل دولت هیچ وقت صحبت نکردیم، یا که در مقابل ملت. این شما باید تو اینجا بیاید برسید که صحبت کردن ما در مقابل یک اولاد است، اونم اولاد امامعلی رحمانوف، و با زور و یا بزیدی هیچ کسی دیگه ما حرف نمیزنیم، چون اون اولاد است که حاکمیت رو غصب کرده است. و هر کسی که در مقابل این اولاد گپ زند گویا خائن ملت و خائن دولت و خائن فلان و فلان میشود. فهمیدید؟ وگرنه چرا کسی که 2 سال پیش یک تحقیر کرد به جوابگری هیچ کسی هیچ کاری نکرد، 4 تا بلاگر برمدن حرف دروغین در مقابل او زدن که ملت را تحقیر کرد، ولی امروز برمد از نام همین ملت دفاع کرد. به خاطر این مشکلات به سرش آمد که اخراجش کردن، دیپورتاسیونش کردن. با همون چاپلوسا امروز خوشحاله که گویا او را دیپورت کردن. حالا تحلیل تشخیص نمیکنه که سبب دیپورت کردنش در چی است. به خاطر نفع اون کاری که شما کردید به خاطر اون کار است؟ البته که نه، به خاطر که در مقابل رحمانوف گپ زد. در مقابل رحمانوف سخن گفت که کسانی که در بدخشان کشته شدن قاتلان آن باید به جوابگری کشیده شوند. حق به حقدار باید برسد. با در اونجا ذکر کرد که من با سیاست کار ندارم، من سیاستمدار نیستم، من ورزشکارم. فقط این قدر میگویم که باید در اونجا حق به حقدار برسد، در اساس قانون کسانی که جنایت کردن به جوابگری کشیده شود و طلب‌های تظاهراتگران پذیرفته بشود. این نقطه را زد. بعد از این نقطه زدن مشکلات به سرش اومد. یعنی ما و شما باید به خلاصه برسیم، باید درک کنیم که مشکل اصلی، مشکل اساسی مردم تاجیکستان چی است، چی مشکلات داریم ما، برای ما چی مقدس است و چی مقدس نیست، برای حکومت چی چیز مقدس است و چی چیز نه، چرا امامعلی رحمانوف حکومت را غصب کرده است و هر چیزی که به اولاد خودش مقدس است اون چیز را در نظر میگیرد و چیزی که برای مردم، فرهنگ مردم، نجات مردم، برای اینها ارزش دارد، برای اینها قدر دارد، برای حکومت هیچ قدری ندارد. حالا من از اینجا از حق چهارشنبه دفاع میکنم.
برای چی؟ برای که مظلوم قرار گرفت، برای اونی که امروز برمد از حق یک هموطنش دفاع کرد، بر ضد او پرونده باز کردن و او را غیر قانونی دیپورت کردن. اگر به خاطر اون حرفاش باید حرفی میزدن، باید 1 سال 2 سال پیش این کارا میکردن، نه الان، نه امروز. چون امروز در مقابل حکومت رحمانوف گپ زد. یعنی این یک بزدلانه، میتونیم بگیم یک بزدلانه و نامردی است از طرفی. اگر از طرفی مردم تاجیک این کارا شده باشه، بازم این یک نامردی به شمار میرود. در انسان رو همین خیلی به جوابگری میکشی. اگر کسی ملت ما رو تأخیر کنه، ما همین خیلی جوابش میگیم. این هم نامردی است، باید دیگر طرز جواب داد. امروز دادگاه شهر مسکو چهارشنبه رو از حدود روسیه اخراج کرد و امکان دارد که در روزهای نزدیک او را به تاجیکستان روانش کنند. من مطمئن هستم که در تاجیکستان او را نسبت این کاری که یعنی در نسبت حکومت حرفایی که زده بود و طلب کرد که طلب تظاهراتگران در ولایت مختار کوهستانی بدخشان پذیرفته بشوند، بر اساس این نقطه او را شاید به هر یک چیز دیگری بگن که تو فلان کار کردید، یک 10 سال پیش کدام گربه رو با ماشینت زدی، یا اینکه امثال این یگان تهمتی را نسبتش ببافند و او را پشتی پنجره ببرند، و یا اینکه ای را در داخل تاجیکستان همچون یک حبس خانگی کنند و در نظارت خود بگیرند، که زیرا ببینید که هر کسی که در مقابل حکومت حرف میزند، حکومت رحمانوف تمام تلاش ها را میکند که این کارا را انجام بده. و شاید زیادی آدم ها فکر نکنند که در حدود روسیه حکومت تاجیکستان این توانایی را دارد که فشار بیارد به مردم تاجیکستان، یا اینکه دستگیر کند، کسی را دیپورتاسیون کند، پاسپورت روسیش باطل کند و این کارا را. حکومت رحمانوف یک تیم ایجاد کرده است، یک تیمی که در داخل روسیه خیلی فعالانه از پول مالیات ما و شما است، در روسیه خیانتکاری میکنن، کار میکنن. اونها تمامی شهروندان تاجیکستان که در مقابل حکومت حرف میزنن، از پشت اونها میگردن و کوشش میکنن پیدا کنن اون نقطه‌ای را که همین انسان یگان کار کرده است. اگر کسی که مثلا پاسپورت روسیه گرفتگی است، مثل ایزد امان، مثل کرامت شریپوف، مقصود ابراهیموف، رحمت جان محمد جان و دههای دیگر، مثل اینها پاسپورت رو گرفتگی است، اینو دنبال میکنن، میروند تمام پرونده های اینا رو باز میکنن، میکوبن، حتی میبینن که در یگان جای اینها یک نوزکی یک داشته باشن که مثلا در همونجا همین پاسپورت غیر قانونی یعنی بتوانند نشان بدن در دادگاه، و بعد از این کار چیکار میکنن؟ میان تمام سندا رو میکوبن، میارن میبرن، نشان میدن در نزد دادگاه و شکایت میکنن همین انسان غیر قانونی گرفته، امیره باطل کنه. این یک نقطه کار شد. نقطه کاری دیگه شو پل میتین، میرن تمام دادگاهایی که در تاجیکستان، شما میدونید که در روسیه ما کشور متاسفانه بیشتری مقامداراش فساد زده هستند، اینها را کوشش میکنن که با پول بخرن و کسانی که شهروند روسیه دارن اونها را چیکار کنن؟ از روسیه دیپورت کنن. سوم نقطه دوستان عزیز این است که کسانی که شهروند تاجیکستان هستند، مثل این چهارشنبه یا دیگران، یگان کاری کردن، مثلا 6 ماه پیش مثل این یک رانندگی کرده است، در گوجه کدام قانونش یعنی ویران کردن کدام قاعده های راه باشد، چیزی دیگری باشد، و نسبتش پرونده باز میکنن و از حدود فدراسیون روسیه دیپورتش میکنن. در تاجیکستان دیگر رو شختون شما میدونید که نسبت او چی صورت میگیرد. اینترنت یک از نقطه های گفت و شنید بین تظاهراتگران و حکومت است، با این باید زیاده از 7 روز پیش کار چی میشد، باید حل میشد و برقرار کرده میشد، ولی تا امروز اینترنت برقرار نشده است. مشکلات این مردم رو تا امروز زیاد میکنند. زیاد از طلبه‌هایی که باید در دانشگاه روسیه و دیگر کشورها آنلاینی ثبت نام میکردن، تا حال متاسفانه نمیتونن ثبت نام کنند و مجبورن که 1000 و چند کیلومتر به دوشنبه بیاین و در اینجا ثبت نام کنند. این مشکلات دیگه که مردم به خانواده‌شون زنگ زده نمیتونن، تا حال همین مشکلات موجود است. مردم تا حال به خانواده‌اش علاقه برموده نمیتونن. تا حال حکومت رحمانوف این اینترنت رو چیکار میکند؟ تنها برای اداره‌های دولتی برقرار کرد، ولی برای مردم نه. اداره‌های دولتی باید به اینترنت کار کنن، چون بدون اینترنت کار کردن نمیتونن، ولی مردم نباید اینترنت داشته باشه. مردم زندگی ندارد، مردم باید با فرزندانشون، با پدر و مادرشون در تماس نباشن. این مشکلات ها رو روز تا روز زیادتر میکند متاسفانه.
باز هم خبر چند روز پیش رسید که تمامی کسانی که در اعتراض اشتراک کرده بودن اونها را به اداره پلیس دعوت میکنن و از اونها چیکار میکنن؟ بازپرسی میکنن، اونها را تهدید میکنن. چند وقتی پیش هم آموزگاران دانشگاه و دانشکده ها را چیکار کردن؟ تهدید کردن که شاگردا را مجبور کنید که به تظاهرات نروند. و اکنون چیکار دارن؟ کسانی که در تظاهرات اشتراک کردن یکی یکتا چیکار میکنن؟ اونها را دعوت میکنن و بازپرسی میکنن. در اونجا هم یکی از جوانانی که در فیسبوک این خبر را نشر کرده بود، از تمامی کسانی که در اونجا دست فریاد کرده میشن برای بازپرسی به اداره‌های پلیس در ولایت مختار کوهستان بدخشان شماره گذاشته بود. شما میتونید با این شماره چیکار کنید؟ در تماس برید و با اونها برسونید. و همزمان بیایم ما یک بار بررسی کنیم که همین قضیه ملت، تحقیر کردن ملت برای حکومت رحمانوف چی معنی دارد؟ من از دوستان میپرسم که یک بار به خودشان سوال کنند آیا کسی ملت رو تحقیر کند حکومت رحمانوف در مقابل اون کار را انجام میتید یا اینکه نه؟ نمونه مثالش چندی پیش یکی از روس‌ها یا روس‌های بلاگر به تاجیکستان رفت و هزارها تحقیر آمیز هر حرفی زد که اون طریق حرفا در کل هیچ نمونهش موجود نبود در تاریخ. ملت ما رو با پسترین حالت تحقیر و توهین کرد. در گذشته هم دشت مسخره‌آمیزی که شوخی میکردن روشن جمشید ملت ما رو پس زدن. حکومت هیچ صدای بلند نکرد. در اونجا یکی از جوانهای کشور ما و شما کرامت بقایویچ، کرامت شریپوف چیکار کرد؟ توانست از ناموس مردم تاجیک دفاع کند و اونم با بدترین حالت چیکار کردن؟ کرامت برای این دفاعش، برای حق گفتنش از روسیه اخراج کردن، به تاجیکستان بردن و اخیر در اونجا چی نشه به گویا که زهرش دادن، هر کاری کردن که گویا از تپیدن قلبی دل یا که از بیماری قلبی دل درگذشت. یک مردی که بیگاه و همیشه ساز بود ولی یک بار دنیا رو ترک کرد. حالا اکنون ببینید رمزکوری تاجیک زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان چهارشنبه روزی گذشته از فدراسیون روسیه دیپورت کرده شد، یعنی اخراج کرده شد و باید به تاجیکستان برگردانیده شود. آیا شما فکر میکنید کسی که 6 ماه پیش در کجای رانندگی کرده بود، در کجای بدون گواهینامه رانندگی کرد، یک ویدیوش هست، الان وقتی بررسی این پرونده شد، الان این نوار دیدن، کسی که مشهور است نوارهای او را میتونن همه بررسی کنن و هر لحظه نوار اون میتوانست در اینترنت باشد و پیدا کنن، ولی چیکار نکردن؟ اینترنت رو جستجو گویا نکردن و 6 ماه پس این ویدیو را پیدا کردن و او را به جوابگری کشیدن و به خاطر یک چیزی که یعنی غیر قانونی در روسیه ماشین راننده است و او را دیپورتاسیون میکنن، اخراجش میکنن از فدراسیون روسیه برای یک اشتباه.